قرار بود به درخواست این دونات ویدیو معرفی هدست رو زودتر آپلود کنم، اما به خاطر مشکلاتی که داشتم مجبور شدم تا الان به تأخیر بندازمش. انتخاب تجهیزات VR مناسب تو 2024 کار خیلی سختیه. دستگاه‌های قدیمی مثل کوست 2 و ولویندکس هنوزم جز محبوب ترین‌ها هستن، با اینکه جنریشن بعدی هدست‌های VR یعنی بیگ اسکرین بیاند و کوست 3 دارن تمام تلاششون رو میکنن تا جاشون رو بگیرن. درباره بادی ترکینگ هم که انتخابا خیلی بیشتر میشن. امسال دیگه گزینه‌ها حتی برای فیس ترکینگ و آی ترکینگ هم زیاد شده. من خیلی وقتی که درباره دنیای VR تحقیق داشتم و باهاش کار میکنم و خوشبختانه باعث شده بتونم در این باره راهنماییتون کنم. از همین اول باید بهتون بگم که اینجور وسایل خیلی خرج برمیدارن و از اونجایی که تا امروز ویدیو ایرانی کاملی در این باره نبوده و خیلی‌ها رو دیدم سوالای زیادی براشون پیش میومد، فکر کردم زمانش رسیده که ویدیوی خودم رو دربارش آماده کنم. همه موارد مهمم توش کاور کردم تا دیگه زمان با ارزش و پولتون هدر نره. پس بیایم با هدستا شروع کنیم. به مدت خیلی طولانی متاکوست 2 رهبر هدست‌های VR بوده و حقیقتا هنوزم همینطوره. قیمت $300 لقب مغروم به صرفه ترین هدست رو بهش داده بود که الان کمترم شده و رسیده به 199 تا. و همینطور بیشترین دسترسی‌ها رو بدون امکانات زیاد بهتون میده، چون حتی نیاز به PC برای راه‌اندازی و استفاده ازش ندارین. ولی به هر حال سخت افزارش تو بازار امروزی جز قدیمی تریناست و اگر اولین تجربه ویارتونه شاید بهترین انتخابتون باشه. اگر هم تصمیم دارین یک کمی بیشتر هزینه کنید میتونید برید سراغ جنریشن بعدیش یعنی کوست 3. کوست 3 اکتبر همین سال ریلیز شد و درسته قیمتش حدود $200 از کوست 2 بیشتره، اما آپگریدهای سخت افزار و نرم افزار چشمگیری داره. از نظر تصویر خیلی از کوست 2 بهتر هستش و همینطور پروسسور خیلی قوی تری داره. نمیخوام خیلی تو این ویدیو مقایسه رو بندازم، اما در این حد بهتون میگم که اگه تصمیم دارین وقت زیادی تو VR صرف کنین ارزش $300 بیشترش رو داره. میکس ریالیتی کاملتر و قوی ترش هم جز آپشن‌های چشمگیرشه، اما از اونجایی که چنل من بیشتر در مورد VR چت هستش نمیخوام اون بخشش رو کاور کنم. از اونجایی که هر دو کوست استندالون هستن شما نیازی به کامپیوتر برای اجرای برنامه و بازی روشون ندارید. ولی اگر تجربه VR بهتری میخواید میتونید با کابل، ایرلینک یا استیم لینک جدیدی که ساخته شده به کامپیوترتون وصلشون کنید. این برای VR چت پلیرها خیلی مهمه، چون به هر حال سخت افزار کوست قابل مقایسه با گوشی‌ها هستش و هر جهان آواتاری رو نمیتونه استندالون باز کنه. ولی اگر PC ندارین هم نگران نباشین. بازم میتونید کلی خوش بگذرونید و ازشون استفاده کنید. من خودم هم کامپیوتر مناسب VR ندارم و استندالون بازی میکنم. مگر به PC دوستان وصل بشم. خلاصه نذارید نداشتن PC جلوی تجربتون از دنیای فوق‌العاده VR رو بگیره. طی چند سال گذشته ولویندکس هدست برتر برای PC VR پلیرها بوده، ولی بالاخره زمانش سر رسیده و سخت افزارش به نسبت هدست‌های امروزی خیلی قدیمی تره. با قیمت حدود $1000 شما میتونید هدست ولویندکس و 2 بیس استیشن و 2 تا کنترلر رو تهیه کنید. برای آن دوستانی که نمیدونن هم بیس استیشن یکی از تجهیزات مورد نیاز PC VR هستش. یه دونه از دلایل محبوبیت کوست هم این هستش که میتونید بدون نیاز به بیس استیشن به کامپیوتر وصلش کنید. اما بیس استیشن ها بهتون قابلیت استفاده از اکسسوری‌های مختلف VR رو میدن، مثل کنترلرهای فینگر ترکینگ ولو و اکثر تجهیزات برای فول بادی ترکینگ. از اونجایی که کوست همراه خودش بیس استیشن نداره، اگه بخواید باهاش چنین کاری انجام بدید باید 2 تا بیس استیشن جدا بخرید که تقریبا $300 براتون هزینه برمیداره. به همین دلیل مدت خیلی طولانی بودش که ولویندکس هدست برتر PC VR و استفاده از تجهیزات دیگه VR بودش. اما با در نظر گرفتن پیشرفت چشمگیر کوست 3 و بقیه هدست‌های جدید تو بازار و قدیمی بودن سخت افزار ولویندکس دیگه نمیشه به عنوان بهترین آپشن پیشنهادش کرد. مخصوصا اینکه ولویندکس به بد بودن طراحی کنترلرهاش معروف و مطمئنا طی مدت طولانی استفاده کردنش قرار چندین بار کنترلراشو بشکنید و مجبور میشید دوباره براش کنترلر جدید بخرید. به طور کلی اگر بخوام ولویندکس رو پیشنهاد کنم بهتون میگم یه دسته دو رو پیدا کنید و بخرید که حداقل اونقدر خرجش نکرده باشید.
ولی خب برای دست دوهاش هم باید مراقب باشی، چون قطعا ممکنه مشکلی پیدا کرده باشه که دارن میفروشنش و صرفا برای عوض کردن هدستشون نبوده باشه. حالا اگه برای بیگ بوی استاف آماده هستین و میخواین بالاترین کیفیت رو داشته باشید، حتی اگه خرج زیادی برمیداره، بیگ اسکرین بیان چیزیه که دنبالشید. با $1000 این هدست خیلی جمع و جور سبک رو میتونید تهیه کنید که بیشتر از هدست شبیه به عینک میمونه. و از نظر کیفیت تصویر واقعا فکر نمی کنم فعلا هیچ هدستی بتونه باهاش رقابت کنه. جدای از اون، اگر قبلا هدست VR استفاده کرده بودید، قطعا تجربه علامت افتادن رو صورتتون و خسته شدن گردنتون به خاطر وزنش رو داشتین. با بیگ اسکرین بیان دیگه خبری از هیچ کدومش نیست. حتی برای دخترایی که صورت کوچیکی دارن و هدست‌های معمولی خیلی اذیتشون میکردم، دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. و تنها نکته منفی این هدست فوق‌العاده قیمتشه. $1000 که گفتم فقط برای خود هدستشه و هیچ چیز دیگه‌ای به همراهش نداره. که این یعنی باید بیس استیشن و کنترل جدا بخرید که حدود 500 تا $600 دیگه براتون هزینه برمیداره اگه از یه ستاپ ویار قدیمی نداشتینشون. ولی اگر یه PC VR یوزر قدیمی هستین و دنبال بروز کردن تجهیزاتتونین، این هدست بهترین انتخاب براتونه. حالا که معرفی هدست‌های پیشنهادیم تمام شده، وقتشه راجع به تجهیزات فول بادی حرف بزنیم. ترکرهایی که بهتون معرفی میکنم تجهیزات سبک و خونگی هستن که نسبتاً هزینه و ستاپ کمتری نیاز دارن و برای همه جور بازی و برنامه‌ای هم مناسبن. اولیشون هم وایو نسخه 3 هستش. یکی از محبوب ترین انتخابا بین افرادی که دنبال فول بادی هستن و از نظر قیمتی هم خب باید حدود $400 برای ستاشون کنار بذارید. بزرگترین دلیل محبوبیتشون هم اینه که واقعا کار میکنن. چون چه باورتون بشه چه نه، خیلی از سرکران نصف تایمی که میخواید ازشون استفاده کنین اصلا جواب نمیدن و همش نیاز به تنظیم مجدد و 1000 تا بدبختی دارن تا شاید دوباره کار بیفتن. بعد از اون میرسیم به ترکرهای تاندرا. طبق تحقیقات حدوداً کاملی که داشتم، بعد از وای بهترین گزینه هستن و یک کمی هم ازشون ارزون ترن و باتریاشون هم تا 2 ساعت بیشتر از وایو دوام میاره، اما خیلی سخت‌تر برای خرید باید پیداشون کنید. نسبت به کیفیت کارشون هم تقریبا هر دو آپشن وایو و تاندرا یکی هستن و تفاوتایی به اون صورت بزرگی ندارن که این یعنی هر کدومش رو تهیه کنید قرار کاملا راضی باشید ازش. البته باید به اینم اشاره کنم که هیچ کدومشون بند مخصوص ندارن داخل جعبه‌شون و باید اون رو جدا تهیه کنید. یا همین که یه جوری به خودتون ببندینشون که یکم ضد حاله، ولی خب کمپانیای زیادی هستن که از این بندا بفروشن. گرون هم نیستن، کافیه یه سرچی راجع به استرپ بادی ترکرها بکنید تا پیداشون کنید. ترکرهای دیگه‌ای که تجهیزات ضعیفتر یا کمتری برای کار کردن نیاز دارن مثل اسلوم ویار هم هستش، اما چون به شخص تجربه استفاده یا اطلاعات کافی دربارشون ندارم، نمیخوام تو این ویدیو چیزی راجعشون بگم که یه وقت حرفام اشتباه در بیان. از اینا بگذریم. آخرین چیزی که تو این ویدیو بهش میپردازیم فیس و آی ترکرها هستن. برای استفاده ازشون هم یکی از گزینه‌هاتون خرید هدست واریو هست که داخل خودش سیستم آی ترکینگ رو قرار داده. اما اگر واقعا نیاز به آی ترکینگ ندارید پیشنهادش نمیکنم. سوء تفاهم هم نشه، خیلی هدست خوبیه، اما اونایی که بهتون معرفی کرده بودم خیلی گزینه‌های بهتری هستن. گزینه بعدتون اینه که به جای کوست 2 یا 3 برید سراغ کوست پرو که هم فیس هم آی ترکینگ داره. ولی خب $1000 برای یه هدست قدیمی هم یه جورایی زیاد پیشنهادش نمیکنم. حالا شاید بگید همه این چیزایی که تا الان گفتی و داری میگه ارزشش نداره، پس باید چی کار کنیم؟ چی خوبه؟ دلم میخواست بهتون بگم اگه جاتون باشم یه کوست 3 میخرم و بهش یه وای فیس ترکر اضافه میکنم. البته میتونید به هر هدستی هم وصلش کنید، ولی کشش اینجا به دلایل نامعلومی سایت رسمیشون مدتی فروشش رو قطع کرده و فقط باید بگردید دست دومشون رو پیدا کنید که اگر خارج از کشور کسی رو نداشته باشید تقریبا نشدنیه براتون. پس راه حل چیه؟ یه روش به اسم آی ترک ویار وجود داره که خودتون بتونید وسیلش رو بسازید. خودم هنوز تست نکردمش، ولی حتما این کارو میکنم و خبرش رو بهتون میدم. پس اگه میخواید ازش خبردار بشید یادتون نره چنلم رو ساب کنید. و اینم ویدیو پیشنهاد و معرفی تجهیزات ویار من بودش. یادتون باشه که هدست‌های خیلی بیشتری وجود دارن و من صرفا نظر شخصیم رو از رو تجربه و تحقیقاتم در این مورد باهاتون به اشتراک گذاشتم.
چند نمونه ازشون رو روی صفحه براتون میذارم تا اگر خواستین خودتون برید و چک کنیدشون. اگرم پیشنهاد متفاوتی دارین لطفاً توی کامنت ها بگید تا پین کنمشون و بقیه هم بتونن ازشون استفاده ببرن.